شکیرا و جرارد پیکه. اونها زوجی بودن که همه به عشقشون حسودی میکردن. یکی از معروفترین زوجهای دنیای فوتبال و موسیقی. شکیرا ملکه صحنه، صدایی که قلب میلیون ها نفر را تسخیر کرده بود، و جرارد پیکه، ستاره بارسلونا، مردی که همه فکر میکردن عاشق ترین پسر دنیا باشه. اما پشت لبخندها و عکس‌های عاشقانشون رازهای تلخی پنهان بود. رازی که نه تنها قلب شکیرا رو شکست، بلکه دنیا رو شوکه کرد. سال 2010 بود. جام جهانی آفریقای جنوبی. همه جا پر از هیجان و فوتبال بود. شکیرا اون موقع وسط همه این همهمه ها آماده برای اجرای آهنگ واکا واکا بود که با شروعش همه رو تسخیر کرد. صدای شکیرا، حرکاتش و انرژی فوق‌العاده‌اش همه رو مجذوب خودش کرده بود. انگار هیچ کس نمیتونست ازش چشم برداره. طرف دیگه جرارد پیکه بود. مدافع جوان اسپانیا و ستاره بارسلونا. 23 سالش بود. جذاب و پر انرژی. پسری که قرار بود قلب یکی از مشهورترین خواننده‌های دنیا رو ببره. اولین دیدار اونها به صورت اتفاقی توی یه مهمونی قبل از جام جهانی بود. همون لحظه‌ای که چشماشون به هم خورد، جرقه‌ای احساس شد. پیکه بعدها گفت همون لحظه همه چیز ایستاد. فقط نگاه می‌کردم و نمی‌دونستم چی بگم. بعد از اون ارتباطشون با یه پیام شروع شد. اما نه یه پیام معمولی. پیکه به شکیرا نوشت اگه میخوای بارون نیاد باید منو ببینی. شکیرا جواب داد و همین شد شروع یه رابطه پر از پیام، شوخی و البته نگاه‌های پنهانی. جام جهانی جلو میرفت و اسپانیا یکی یکی تیم‌ها رو شکست میداد. پیکه هر برد رو بهونه میکرد که شکیرا رو بیشتر ببینه. قبل از فینال به شکیرا یه پیام طولانی داد و نوشت اگه قهرمان بشیم اولین کسی که میخوام ببینم تویی. و اسپانیا قهرمان شد. اون شب وقتی همه جشن میگرفتن، پیکه و شکیرا توی مهمونی خصوصی ساعتها با هم حرف زدن. از زندگی، آینده و چیزهایی که کسی ازشون خبر نداشت. و همونجا بود که عشقشون جدی شد. اما این وسط یه قضیه مهم وجود داشت. شکیرا هنوز با یه نفر دیگه بود. آنتونیا دلاروا. اما به نظر میرسید هیچ چیز نمیتونه جلوی عشق تازه‌شون رو بگیره. پیکه بعدها گفت وقتی شکیرا رو دیدم دیگه مهم نبود مردم چی میگن، فقط میخواستم کنار اون باشم. بعد از اون شروع پرهیجان چیزی نگذشت که عاشقانه هاشون به مرحله تشکیل خانواده رسید. اونها صاحب 2 فرزند شدن، میلان و ساشا. پیکه تبدیل شد به یه پدر خوشحال و پر انرژی. یه لحظه این خانواده رو تصور کنین. شکیرا با اون انرژی بی‌نهایتش هر روز بین اجراها و تمرین‌ها هم مادر فوق‌العاده‌ای بود، هم یه ستاره بزرگ روی صحنه. و پیکه همیشه کنارش بود. عکس‌های خانوادگی می‌گرفت، بازی می‌کرد و سعی می‌کرد بچه‌ها حس راحتی داشته باشن. عکس‌هاشون توی ساحل، تعطیلات لاکچری و مهمونی‌ها همه جا پخش می‌شد. مردم عاشق زندگی این زوج بودن. همه فکر می‌کردن این عشق واقعی و جاودانه است. اما پشت این تصویر رویایی ترک‌هایی داشت ظاهر می‌شد. پیکه تو تمرین‌ها و بازی‌ها خیلی وقت‌ها دیر به خونه می‌رسید. بهانه‌هاش بیشتر شده بود و شکیرا کم کم حس می‌کرد یه چیزی تغییر کرده. این تغییر کوچیک بعد از مدت کوتاهی به یک نگرانی بزرگ تبدیل شد. گفته میشه شکیرا گاهی شب‌ها روی بالکن می‌ایستاد در حالی که بچه‌ها خواب بودن به اینکه چطور ممکنه همه چیز اینقدر سریع تغییر کنه فکر می‌کرد. و خب شایعات کم کم شروع شد. رسانه‌ها، طرفداران و حتی دوستاشون هم متوجه رفتار عجیب پیکه شده بودن. اما این زوج تا حد زیادی سعی می‌کردن ظاهر زندگی خانوادگی رو حفظ کنن. عکس‌های خانوادگی، تعطیلات مشترک و لبخندهای مصنوعی جلوی دوربین ادامه داشت. همه چیز مثل یه فیلم عاشقانه به نظر می‌رسید. حتی دوستان نزدیکشون میگفتن اونا مثل یه خانواده ایدئال به نظر میان، اما وقتی پشت درهای بسته هستن چیزای عجیبی اتفاق میفته. شکیرا با قلب مهربون و انرژی بیپایانش هنوز امید داشت که عشقشون ادامه پیدا کنه. اما داشت متوجه میشد که چیزی که به نظر میرسید فقط یه ظاهر بود و این ترک‌ها داشتن تبدیل به یه زلزله واقعی می‌شدن. شکیرا در همون روزها شروع به فکر کردن به خودش کرد، به اینکه چطور میتونه قوی بمونه، بچه‌هاش رو محافظت کنه و زندگیش رو دوباره بسازه و بدون اینکه هنوز بدونه چه چیزی در انتظارشه، داشت برای بزرگترین چالش زندگیش آماده میشد.
همه چیز از جایی شروع شد که شکیرا حس کرد یه چیزی درست نیست. با دوستانش راجع به این تغییر صحبت کرد و گفت چیزی تغییر کرده، نمیدونم چرا، ولی حس میکنم دیگه اون پیکه سابق نیست و همین باعث شد که شایعات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بیشتر شد تا اینکه حقیقت تلخ مشخص شد. پیکه با یه دختر جوانتر به نام کلارا چیا مارتین وارد رابطه شده بود. کلارا توی شرکت پیکه کار میکرد و یه جورایی از نزدیک با زندگیشون آشنا بود. این خبر برای شکیرا مثل یه بمب بود. انگار همه دنیا جلوی چشمش خراب شد. اما شکیرا کسی نبود که فقط سکوت کنه. پس تصمیم گرفت این ضربه رو به یه قدرت تبدیل کنه و چه راهی بهتر از هنر و موسیقی. چند ماه بعد آهنگش رو منتشر کرد. آهنگی که مثل بمب صدا کرد. شکیرا توش مستقیم به پیکه اشاره کرد. بدون اینکه اسم کسی رو بیاره، اما جوری که همه میفهمیدن مخاطبش کیه. با جملاتی مثل تو فراری رو با یه رنو تعویض کردی، رولکس رو با یه کاسیو، و با ریتم تند و صداش حس خشم، دلشکستگی و قدرت رو همزمان منتقل می‌کرد. این فقط یه آهنگ نبود، یه پیام قوی به دنیا و به پیکه بود که شکیرا شکسته نشده، قوی‌تر شده و هنوز مالک داستان زندگی خودشه. طرفداران هم با میلیون‌ها بازدید در کمتر از چند ساعت و واکنش‌های بی‌نظیر در شبکه‌های اجتماعی ازش حمایت کردند. بعد از انتشار این آهنگ، پیکه و کلارا احساس فشار شدیدی کردند، چون شکیرا نه تنها به دردشون اشاره کرد، بلکه اعتماد به نفس و قدرت خودش رو به رخ کشید. مردم به شدت شکیرا رو تحسین کردند، چون ثابت کرد که حتی بعد از خیانت میشه با شجاعت و خلاقیت زندگی رو دوباره ساخت. بعد از انتشار آهنگ و انتقام شکیرا، همه نگاه‌ها به پیکه بود. پیکه تصمیم گرفت واکنش نشون بده، اما نه با حرف مستقیم. با ظاهر شدن توی لایو اینستاگرام، ساعت کاسیو دستش کرد و گفت این ساعت مادام العمره. همزمان با یه رنو توینگو جلوی دوربین ظاهر شد. انگار میخواست نشون بده که هنوز آرومه و مشکلی نیست. طرفدارها دو دسته شدن. یه گروه طرف شکیرا بودن، یه گروه طرف پیکه. رسانه‌ها هر حرکت کوچیک پیکه رو تحلیل می‌کردن. پیکه سعی کرد تمرکزش رو روی فوتبال و زندگی روزمره نگه داره. اما شکیرا قوی‌تر شده بود و زندگی خودش و بچه‌هاش رو اولویت قرار داده بود. به سفر رفت، با بچه‌هاش خوشحال بود و هر روز انرژی مثبتش رو نشون میداد. این جدایی نشون داد که حتی بعد از خیانت هم میشه دوباره قدرت گرفت و زندگی کرد. شکیرا با رفتاراش ثابت کرد کسی نمیتونه شکستش بده و پیکه هم زندگی خودش رو ادامه داد. داستان شکیرا و پیکه تموم شد، اما مردم با هر عکس هنوز دربارشون حرف میزنن و طرفدارها هنوز بحث میکنن. به نظر شما علت تموم شدن رابطه چی بود؟ اینکه عشقشون واقعی نبود یا چون اعتماد از بین رفت؟ تو کامنت ها نظرتون رو بهم بگید.